سلام، طاهری سفر هستم. با اخبار امروز جمعه 2 اکتبر همراه شما. مسئول حقوق بشری سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان خواسته است ضمن مبارزه با تروریسم و افراطگرایی به حقوق انسان، آزادی بیان و اعتقاد احترام بگذارد. دفتر مسئول حقوق بشر روز 2 اکتبر با نشر بیانیه گفت در رابطه با بازداشت اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی و سازمان افراطی و تروریستی اعلام کردن این حزب نگران است. مسئول حقوق بشر در این بیانیه گفته است حکومت تاجیکستان باید ضمن هر چاره‌ای که برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی می‌اندیشد موافق به تعهدات بین المللیش عمل کند و به حقوق بازداشت شده ها احترام بگذارد. چند روز پیش مقامات تاجیکستان 13 عضو بلندپایه حزب نهضت را با اتهام همدستی در آشوب خونین ژنرال عبدالحلیم نظرزاده دستگیر کردند. بعد از این دادگاه عالی نیز حزب مذکور را سازمان افراطگرا و تروریستی خواند و فعالیتش در تاجیکستان را ممنوع کرد. حکومت امریکا برای جلوگیری از قاچاق مواد اتمی به تاجیکستان ماشین‌های مخصوص تقدیم کرد که امکان می‌دهد منابع تشعشع و یا رادیاسیون به آسانی تشخیص شود. کۆماکی مذکور در یک مراسم با مساعدت سفارت امریکا در دوشنبه و آژانس امنیتی هسته‌ای تاجیکستان تقدیم شد و ارزش این دو ماشین $250,000 را تشکیل می‌دهد. ماشین‌های مذکور برای حمل و نقل پرتاب‌های رادیاسیونی و نظارت این گونه پرتاب‌ها در مناطق کوهی استفاده می‌شوند. با گفته مقامات تاجیکستان تا کنون در کشور برای انتقال مواد اتمی و یا نظارت پرتابگاه‌های هسته‌ای از ماشین‌های فرسوده میراث سال‌های شوروی استفاده می‌کردند. در کشور بخصوص در شمال تاجیکستان پرتابگاه‌های بزرگ اورانیوم موجود است و نظارت آنها موافق به طلبات نیست. و سفیر امریکا در تاجیکستان که برای تقدیم این ماشین‌ها مساعدت کرده است در پایان مأموریت کاریش در دوشنبه با همکارم زرانگیز نوروزشاه درباره همکاری‌های تاجیکستان با امریکا و مسائل عمده این همکاری‌ها صحبت کرد و حالا بخشی از این صحبت را با هم می‌بینیم. خانم، در این مدت همکاری‌های امریکا با کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان در راه مبارزه با تروریسم چشمگیر بود. و در این راستا امریکا در چارچوب همکاری‌های نظامی با ازبکستان تجهیزات و مهمات زیادی لوازمات جنگی کمک کرده. ما تاجیکستان که از شریکان با اعتماد با امریکا در مبارزه با تروریسم است، از این کمک‌ها اکثرا میگویند محروم است و هرچند کمک‌های به مثل ماشین و خودروها بود. چرا این طور است فکر می‌کنید شما؟ Well, I wouldn't agree with your statement that Tajikistan has been deprived of من به این نظر نیستم که تاجیکستان از کمک نظامی ایالات متحده آمریکا محروم است. ما برنامه‌های زیادی جدید در سمت تامین امنیت داریم که هدفشان مبارزه با تروریسم و گردش غیرقانونی مواد مخدر است. در چهارچوب این همکاری یعنی کمک امنیتی که از جبهه‌های گوناگون عبارت است، ما برای مرزبانان و مسئولان دیگر ساختارهای حفظ حقوق دوره‌های آموزشی تشکیل می‌کنیم و کمک‌ها می‌رسانیم تا تاجیکستان تواند مرزهای خود را در سطح ضروری حفظ نماید. همچنین ایالات متحده آمریکا با دیگر کشورهای منطقه مناسبت خوب دارد و کوشش می‌کند در رسانیدن کمک امنیتی موازنت را نگاه دارد و ارائه کمک به کشورها منصفانه و عادلانه باشد. مصاحبه کامل با سفیر در وبسایت آزادی.org هست. دادگاه ولایت سوخت 3 سرباز یک واحد نظامی در ولایت را با گناه لطوکوب و کشتن همخدمتشان فردوس رحمتوف به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. ربانی سلیمانوف، کامران رحیموف و ایام نظروف، افسر و 2 سرباز واحد نظامی وزارت دفاع در ناحیه کانیبادام متناسباً به 18، 17.5 و 17 سال زندان محکوم شدند. مفتشان پرونده میگویند این 3 نفر فردوس رحمتوف را که بیشتر از نیم سال خدمت کرده بود به گلو و قفس سینه‌اش زده و سبب مرگش شدند. والدان فردوس بعد از این از مقامات خواستند عاملان مرگ فرزندشان را جزا بدهند. بعد رفتاری در ارتش تاجیکستان یکی از مشکلات جدی در صف نیروهای مسلح باقی میماند. امروز در دوشنبه سبقت انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا 2016 بین جوانان در گروه F شروع شد. برای راه یافتن برای بازی‌های اساسی جوانان تا 19 ساله که سال 2016 برگزار می شود، دسته‌های منتخب بحرین، عراق، مالدیو و تاجیکستان با هم رقابت می کنند.
روز 2 اکتبر دسته بحرین با مالدیو و فوتبالبازان جوان تاجیک با دسته عراق قوا آزمودند. ورود به میدان مرکزی شهر دوشنبه که تمام بازی‌ها آنجا می‌گذرد رایگان است و نتیجه این بازی و اخبار دیگر در وبسایت رادیوی آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیوی آزادی برای تلفن‌های همراه.